یک تصویر دو بعدی بی‌کیفیت به من تحویل بده، من در عرض 2 دقیقه بهت یک مدل 3 بعدی باحال و خفن تحویل میدم. بریم ببینیم به چه شکل. یک نرم افزار بسیار خفن و رایگان داریم که لینکش رو براتون میذارم به نام آپسکیل. این نرم افزار رو شما وقتی دانلودش بکنید میبینید که به راحتی من یک تصویر رو میذارم روی حالت جنرال فوتو. این ستاپ فکر میکنم حالت خوبی هستش. حالا من رو اولترا شارپ قرار دادم که دیتیل ساختمون رو به خوبی برای من نشون بده. به راحتی برای من تبدیلش کرد به این عکس. حالا وارد بلندر میشیم. این عکس رو به صورت ایمپورت ایمیج از پلین ایمپورت میکنم. من روی این صفحه اومدم مدل سازی کردم، اکسترود کردم. این جاهاش البته باید درست بکنید حتما آن رپش رو. و اینجاش مهمه دوستان، توی متریال سازیش اینجا من یک تکسچر رو با تکسچر خودش اومدم میکس کردم تا این مقدار کثیفی به صورت کلی اضافه بشه. و دقت بکنید دوستان، شیشه رو جدا کنید حتما و تکسچر شیشه تکسچر مایل به تیره باشه و رافنسش بسیار پایینه. مقداری فقط کثیفی لازم داریم و اینکه اسپیکولار تا آخر زیاد باشه. توی استات اصلی کارمون همونطور که میبینید اینجا بهتون گفتم چطور میکس بکنید و رافنسش به چه شکل باشه. همین تکسچر رو من اومدم وارد رافنس کردم، یه سری جاهاش رو یک اختلافی دادم که بتونه در نهایت یک لوک زیبایی بهمون میده توی جاهایی که نور میفته. و همین رو دوباره ما میدیم به بحث بامپش و میبینید که با یک دیستنس خیلی کم و به هیچ عنوان استرنگ رو دست نزنید، شدت دیستنس رو فقط کم بکنید روی 100 تا 1000 خوبه. و نود بول رو برای اینکه گوشه های کار یک بول نازی بگیره بهش بخش نرمال بهش کانکت میکنید و در نهایت ما چنین چیزی رو داریم دوستان از یک تصویر بسیار بی‌کیفیت. دوستان دیدید به همین راحتی این کار رو انجام دادم. اگر از این آموزش‌ها خوشتون میاد حتما کامنت بذارید تا بدونم چه آموزشی براتون تولید بکنم. میبینمتون.